به نام خدایی که جان فرید سخن گفتن در زبان فرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلامی من، بنده امروز خواستم با خصوص یک چند برادران و خواهران اهل اسلام درباره محل گرایی و درباره اون شخصانی که محل پرستی می کنند یک چند سخن گویم. و الهی اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. محل گرایی این یکی از یرقهای بدترین است که مردم را به خانمان میارد. محل گرایی این یکی از کمبودی های اساسی امروز است، چون امروز ها بسیارن از شخصانی که هر یک انسان را از جای زیست، از جای زندگی دائمی خود یا اینکه از جای تولیدش هر خیلی سخنهای پست میزنند. ای برادر و ای خواهری که با کارهای محل گرایی آبرو اعتبار گرفته ای، در خاطر دار، خواه تو تاجیک باشی و خواه تو ازبک، خواه تو قزاق باشی و یا دیگر ملت، در خاطر دار که ما همه فرزند آدم هستیم، پیش از همه بنده الله تبارک و تعالی. خواه سیاه پوست باشی خواه سفید پوست. موافق این موعظه یک قصه کوتاهی را میگویم و الهی دعا دارم که شاید بعد شنیدن این قصه اون شخصانی که با محل گرایی نام خود را پست کردند کمی باشد هم فکر میکنند. و این قصه از حیات هر روزه ما و شما گرفته شده است. یک مرد در یک کارخانه آبرومندی کار میکرد و این مرد اون سیاه پوستان را دوست نمی داشت و هرگاهی که در راه میدید اگر یک سیاه پوست در راه گذشته ایستاده باشد به اون سخنهای پست را میزد و دشنامهای قبیح میداد و حتی بعضی وقت میشد که اونها را لط و کوب میکرد. و روزی موافق یک کارخانه مخصوص به خانه خود یک چند نفر کارگران را به اجاره گرفت و وقتی اون کارگران آمدند دید که یک دو نفر آنها سیاه پوست است و در وقتی کار کنی آنها فقط این دو نفر را بسیار کار میفرمود، بسیار عذاب میداد و خوراک های کم میداد. روزی فرزند یگانه ای که این مرد داشت، یعنی این مرد همگی یک تا دختر خردسال داشت که اون هم به سن 12 رسیده بود. روزی دختر این مرد وقتی از مکتب برآمدن با همراهی دوستانش به خانه یک دوگانه او میرد. اون روز دوگانه این دختر مرد زاد روز داشت و با همین ساعت 7 بیگه همه به خانه خود روان میشوند. در همین وقتی دختری خردسال این مرد در کوچه بود، دو نفر نابکاران از عاقب این دختر دوان میرفتند و این دختر نیز بسیار با جهد و مشقت میدوید تا اینکه این نابکاران او را دستگیر نکنند و ناخواست این دختر در یک شاخ درخت لط خوردن به زمین میافتد. در همین وقت این نابکاران به نزد این دختر آمده میخواستند که او را زنا کنند. لیک در همین وقت یک جوان 20 ساله بعد از کار به سوی خانه آمده ایستاده بود و میبیند که دو شخص نابکاری یک دختر خردسال را زورآوری کرده ایستاده است. در همین وقت هر دوی نابکاران را لط و کوب میکند و اونها را به کارمندهای داخلی داده اون دختر خردسال را نیز به اون مرکز کارهای داخلی میبرد و بعدا کارمندان کارهای داخلی پدر این دختر را میشناختند و میدانستند که پدر این دختر سیاه پوستان را دوست ندارد. در همین وقت آنها یک سوال به این جوان سیاه پوست دادند. گفتند ای برادر،
تو آیا میدانی که پدر این دختر سیاه پوستان را دوست ندارد؟ گفت نه. خب برای چی یاری رسانیدی؟ این جوان گفت ای برادر، در این دنیا از ما فقط یک نام میماند و پیامبر کل مؤمنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث های خود گفتند الله تبارک تعالی به سفید یا سیاه بودن پوست تو، به اون ثروت و دارایی تو، به اون کار و مکان و جایزه تو هیچ وقت نگاه نمی کند و فقط از دل تو، از عمل تو را می سنجد. پس من که یک بنده الله تبارک و تعالیم، من که یک بنده عاجز و ناتوانم، کوشش میکنم که موافق سنت پیامبر، موافق فرموده الله تبارک و تعالی عمل کرده ترک این دنیا کنم. چون خواه سفید پوست باشم و یا سیاه پوست، ما را فقط به زمین قبر میکنند، نه اینکه با اون قبر طلایی و مروارید. در همین وقت در پوشیتر پدر این دختر همین گفته های این جوان را شنیده بسیار گریه کرد و بعد از این کل اون جوان هایی که این آزار داده بود هر یک اونها را مبلغ و تحفه های زیاد داده از همین اونها عذر پرسید و با همین اونها دوستی برادر شده با هم دیگر رفت آمد میکردند. برادران و خواهران عالی قدر من، در این دور زمانه در بین ما شما بسیار شدن که یکی میگن تو کلابی و دیگر میگن توی فلانی. ای برادر، در خاطر دار در دین مبین اسلام محلگرایی حرام است. پیامبر کل مؤمنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که با محلگرایی و با محل پرستی دست میزند اون از اهل ما نیست. خب تو فکر کن که وقتی تو با محل پرستی و با این کار خطا دست میزنی، تو از امت رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیستی. پس بیایی برادر، تا دمی که وقت داری توبه کن و به سوی الله تبارک تعالی دعا کن تا که تو را ببخشد و اون شخصانی که تو دلش را آزرده بودی برو از آنها عذر پرس، زیرا این عمر ما 2 روزه است. ما نمیدانیم که کدام ساعت و کدام وقت ترک این دنیا میکنیم. تو فکر کن که این روز آخری تو است، یا اینکه این ثانیه هایی که میگذرن شاید نفس آخرین تو باشد، و اینکه در همین ثانیه و در همین دقیقه اون شخصی که تو دلی او را رنجانیده بودی ترک این دنیا کرد. پس تو در نزد الله تبارک و تعالی چطور جواب میدهی؟ شاعر در مصرعهای خود چنین گفته است شیشه بشکسته را پیوند کردن میتوان، دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است. ای برادر، اون شیشه هایی که پاره پاره میشوند اونها را با هر راه از سر نو آباد کردن میتوانه، لیکن دلی که از تو رنجید او را دیگر خرسند کردن علاج ندارد. شاید کسی که تو را میرنجانه به تو گوید که بله برادر تو را بخشیدم، لیکن در دل او یک ذره داغی میماند. پس به حرمت خداوند ای برادر، ای خواهری که خود را بنده الله تبارک و تعالی میشماری و خود را بنده مؤمن و مسلمان امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میشماری، به حرمت خداوند اون شخصانی که دلشان را آزرده بودی برو از آنها عذر پرس، زیرا ایزای بنده مؤمن در دین مبین اسلام حرام است. در خاطر دار باری دیگر میگویم که خواه تو تاجیک باشه و یا ازبک و یا قزاق باشه و یا قرقیز، همه بنده الله تبارک و تعالی. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان میفرماید استعاذ بالله انما المؤمنون اخوة، به درستی که کل مؤمنان برادرانند. پس تو چه حق داری که قانون الله تبارک و تعالی را ویران کرده؟ امروز میگویی که تو تاجیکی و تو ازبکی و تو روسی و تو قزاقی. محلگرایی این بدترین
و پسترین کار است که برای بنده مؤمن عموما جایز نیست، یعنی حرام است در اسلام. ای برادر و ای خواهر اهل اسلام من، و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الهی الله تبارک و تعالی همه ما و شما را برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت کرده. بین هر یک ما و شما، بین هر یک فرزند آدم دوستی و برادری را مستحکم گرداند. آمین یا رب العالمین.